سارا سعی کرد عکس‌العمل صفا را بعد از فهمیدن پدر شدنش تصویر کند، اما نتوانست. تصویر همانی بود که همیشه دیده بود، ساکت و عبوس، انگار هیچ چیز او را خوشحال نمی کرد. هر چقدر گشت توی خاطراتش چیزی پیدا نکرد. صفا سلانه در حاشیه خیابان می رفت و اشکش بند نمی آمد. از وقتی صدای مهتاب را که به او اطلاع داده بود برگشته تا برای همیشه پیشش بماند و نتوانسته غربت را بدون او دوام بیاورد، انگار خونی که در رگ‌هایش بعد از رفتن مهتاب منجمد شده بود دوباره به جریان افتاده بود. روحش دوباره به تنش بازگشته بود. بدترین تصمیمش ازدواج با سارا بود که اصلا نفهمید کی به زندگیش وارد شد و او هرگز نتوانست تنهاییش را پر کند. امشب باید همه چیز را تمام می کرد. لبخند زد و قبل از اینکه حظش تمام شود نفهمید آن ماشین لعنتی از کجا ظاهر شد و تمام آرزوهایش را با خود برد.